در محور تعلیم و تربیه با سواد و با معرفت به کمال رسانیدن نسل‌های آینده‌ساز ملت معلم نقشی کلیدی دارد. از این نگاه زمان تقاضا دارد که آموزگار خود با معرفت و صاحب دانش مکمل باشد تا تواند شاگردان ارزنده دور زمان را به کمال رساند، آنها را به آزمون‌های سطح ولایتی و جمهوریوی و آزمون المپیادهای سطح بین المللی آماده سازد. طبق عملی گردانی نقشه چاربینی های شعبه معارف ناحیه دوستی هر ماه برگزار کردن مشغلات های دائم و عمل کننده و سمینار مشورت های آموزشی عملی جانشینان دیرکتوران مؤسسه های تعلیمی ناحیه به همین خاطر است که معلمان سویه دانش خود را باز هم مکمل گردانند. همایش جانشینان دیرکتوران این نوبت در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 18 برگزار شد که برای در سطح بلند گذرانیدن این چاره‌بینی دارای اهمیت مهم هم مؤسسه ذکر گردیده و هم استادان و شاگردان جانشینان دیرکتوران آمادگی جدی گرفته بودند. مقصد از این مشغولیت آموزش تجربه بای و پیشقدمی آموزگاران سابقه داری هر یک مؤسسه است. البته این مشغولیت به اهمیت نیست. ما تجربه یکدیگر را می آموزیم و می بینیم که در شرایط امروزه آموزش تجربه یکدیگر باز هم مهم ضرور است. در دایره برگزاری سمینار مشورت‌های آموزشی عملی جانشینان دیرکتوران مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه دوستی تجربه پیشقدمی استادان مورد آموزش قرار گرفت. معروضه‌های جالب اهمیت تربیوی داشته پیشنهاد گردیدند. وابسته به موضوعهای روز جشنواره شاعران ادبیات کلاسیکی تاجیک و فارس صحنه‌های جالب و تماشاباب منظور گردیده از اشعار آنها شعرها قرائت کردند. محصول هنر و زحمت استادان و شاگردان به نمایش گذاشته شد. از لحظه های درس همدیگر تجربه پیشقدمی آموزگاران کامیاب شدند. در این سمینار مشورت های آموزشی عملی، مشغولیت های دائم عمل کننده معاونان دیرکتوران دبستان ها و مسئله های آموزش زبان های خارجی، 20 ساله آموزش فن های دقیق، طبیعی، ریاضی، شیمیا و بیولوژیا، آماده کردن بهترین شاگردان، اشتراکچیان آزمون های سطح بلند اهمیت اولین درجه داده می شود.